برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم با ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای اسماعیلی، با توجه به گزارش‌های میدانی از افغانستان مهمترین عامل افزایش نارضایتی عمومی را در شرایط کنونی چه می‌دانید و ریشه آن در چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکاران عزیزتان و بینندگان محترمتان سلام عرض میکنم. همونطور که در گزارش شما آمده است، چندین عامل باعث افزایش نارضایتی عمومی شده که از جمله سیاست سختگیرانه قرون وسطایی و قبیله‌ای طالبان میباشد که این چند تا موضوع را در بر میگیره. یکی معنی آموزش پرورش دختران از مکتب‌های ثانویه و دانشگاه، معنی کار زنان و نگه داشتن آنان در خانه ها که باعث تعطیلی نصف جامعه شده است، چون اکثر تقریبا خیلی زیادی از کسانی که باعث و بانی درآمد خانواده یا مسئولیت معیشتی خانواده ها را به عهده داشتن در افغانستان، همونطور که در کشورهای دیگه هم هستند، در افغانستان زنان بودند، زیرا که در طی چندین سال جنگ و ناامنی که در افغانستان وجود داشت و دارد، تعداد زیادی از خانواده ها شوهران و مردان خود را از دست دادن و زنان و بیوه ها بودند که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده داشتند، که متاسفانه بعد از روی کار آمدن طالبان زنان همه بیکار شدند و خانواده ها امرار معیشتشان را از دست دادند. مسئله دیگه هم تبعیض‌های سیستماتیک علیه کسانی که مفکوره‌های طالبانی ندارند و جنگ طلبی و عدم سازش با گروه‌های مختلف قومی و اجتماعی و سیاسی و عدم سازش با مردم افغانستان، منزوی بودن رژیم طالبان در جهان و منطقه و نبود بازار کار و فلج شدن اقتصاد در کشور، مسدود شدن مرزهای جنوبی و گمرکات مرزی که باعث کاریابی و ایجاد بازارهای کار برای میلیون‌ها انسان را فراهم می‌کردند و همچنین لغو ترانزیت با پاکستان و آسیای مینا و عدم صدور اموال افغانستان به پاکستان. این مسائل باعث شده که بازار کار در افغانستان فلج شود و مردم نتوانند برای خودشان یک زمینه کار و زمینه شغل فراهم بسازند و همچنین همه مردم از قدرت طرد شدند و رژیم طالبان یک رژیم سرکوبگر و یک رژیم قرون وسطایی که با هیچ یک از مردم افغانستان سر سازش را ندارند و یک کشوری منزوی را به وجود آوردن که تقریبا 40 میلیون انسان در اونجا به عنوان اسیر زندگی میکنند. خب بالاخره اسارت یک روز، دو روز، سه روز بالاخره این باعث میشه که مردم هر روز نارضایتیشون بیشتر شود، چون مردم وقتی که نمیتونن برای خانواده‌هایشان یک لقمه نان را پیدا بکنن و دخترانشان یا اطفالشان نمیتونن به مکتب بروند و اگر میرن بسیار با محدودیت‌های زیاد روبرو میشن، اینا همه مسئله باعث میشن که مردم هر روز از روز قبل بیشتر ناراضی شوند. بله، آیا فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی به شکل مستقیم بر امنیت شهری و روابط اجتماعی مردم تاثیر گذاشته؟ دقیقاً. وقتی که ببینید شما وقتی یک مسئول خانواده، یک رئیس خانواده نتونه برای فامیلشان یک شغل پیدا بکنن و یک امرار معاش بکنن، بالاخره او اعضای خانواده و همچنین خود مسئول خانواده مجبور میشن که از راههای غیر مشروع امرار معاش بکنن، چون مردم نمیخواین که از گرسنگی بمیرن. شما شاهد هستین که در اوایلی که طالبان آمدن و هنوز هم همچین مسائلی وجود دارن، مردم حتی مجبور شدن اطفالشان رو بفروشن تا بتونن حداقل باقی اعضای خانواده زنده بمونن. اما این کار تا به کی؟ بالاخره مردم میگفتن خب حالا یک سال، دو سال، سه سال، تقریبا نزدیک 5 سال است که از عمر حکومت میگذره، اما حکومت نامشروع طالبان هیچ گونه مسئولیت را در قبال جامعه و مردم احساس نمیکنن. بنابراین این مسائل باعث میشن که زمینه سربازگیری برای گروه‌های تروریستی، گروه‌های افراطی، گروه‌های مافیایی فراهم شود و مردم مجبور میشن به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان دست به هر کاری بزنن، سرقت‌های مسلحانه شود، دزدی شود، رهزنی شود. خب اینا باعث میشن که در جامعه ناامنی تشدید شود. به نظر شما برای کاهش این وضعیت اولویت باید با اصلاحات اقتصادی باشه یا بازنگری در سیاست‌های اجتماعی و حقوقی؟
ببینید من چیزی که سوالای اول و دوم شما پاسخ دادم و گفتم که طالبان از روزی که آمدن هیچ سر سازش با مردم افغانستان و با جامعه جهانی ندارن و اینا یک حکومت قبیلوی و قرون‌سایی را ایجاد کردن و فقط چند نفر در اون بالا نشستن و از اموال بیت المال حیف و میل میکنن و تجارت دارن میکنن و هیچ گونه توجهی به خواست مردم ندارن. اینا تا زمانی که سیاست‌های حقوقی و اجتماعیشون تغییر ندن، سیاست اقتصادی نمیتونن در اقتصاد سیاست اقتصادی رو فعال بسازن و تغییرات رو بیارن، چون اقتصاد وابسته است به جامعه و سیاست‌های حقوقی. وقتی شما سیاست‌های حقوقی شما یک سیاست منزویگرانه است، یک سیاست قرون وسطایی است، یک سیاستی است که هیچ کس حق اجازه کار و اجازه دخالت در امور کشور نمیدین، بالاخره شما چگونه میتونید اقتصادتان درست بکنید؟ خب وقتی زمینه کار فراهم نشود، وقتی که مثلا افغانستان با تمام کشورهای جهان هیچ گونه رابطه تجاری نداشته باشند، بانک‌های افغانستان کار نکنند، بالاخره مردم تجار نتونن با موقع پولشان خارج بکنن یا داخل بکنن یا واردات و صادرات ایجاد نشود، خب اقتصاد هم که به وجود نمیاد. اقتصاد بر اساس بازاری به وجود میاد که بالاخره مردم توانمندی اون داشته باشن که بتونن چیزی که عرضه میشه بر اساس تقاضا است. وقتی تقاضای صورت نگیره خب عرضه صورت نمیگیره، در این صورت اقتصاد فلج میشه. وقتی مردم امرار معاش نداشته باشن، وقتی مردم امکانات معیشتی نداشته باشن، دسترسی و بازار نداشته باشن و توان خرید نداشته باشن و در این صورت بالاخره اقتصاد فلج میشه و تجار هم نمیتونن که مال وارد بکنن. و از طرف دیگه هم اینا مرزهای جنوبی را که ما مرزهای نزدیک به افغانستان بودن، مثل بندر پاکستان، مثل بندر کراچی و بندر گوادر و مرزهای ترخم و مرزهای اسپن بولدک و دیگر مرزها اینا کاملا با پاکستانی ها بستن و تجار نمیتونن به موقع مال تجاری خودشان رو وارد بکنن، وارد هم میکنن بسیار گران تمام میشه و بالاخره یه فشارش مستقیم سر مصرف کننده میرسه. در این صورت تا زمانی که طالبان سیاست اجتماعی و حقوقیشان را بازیگری نکنن و با مردم سازش نکنن، اقتصادم فکر نمی کنم که بتونه درست شود. بله، سپاس از شما عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم.